خائنا آقی پدرا گپی ما دهمی شما اوقا شما اگر اوقا مسلم باشین اوقا شما پراویل و توغوری باشین بیاین پیش صف عمل کنین نه اینکه ایکیم که جای جلمانتوق ایقا مردم بیچوره را دردی سر بخرین نکنین همی کاراتونا همه گبزن شیدگی ایوزده پیش کامیرا مردم بدخشان همدردی همه ما را قبول کنین ما نیکگده شما را جدا نکردیم ما یک وطنیم یک ملتیم ما را کسی جدا میکنه گو خورده درس شوه ماده نه دولت همسایه افغانستان دیگه و دیگه جا ماده درس شوه پشت آمد فتنه را انداخت تاجیک ازبک افغان تیت پیت کردسته التماس در هر فتنه هر یک مرغ چرخ داده نشین و یا بدبختی ما را میخواهند خوشبختی ما نمیخواهند هر کسی که داده همی فتنه شده جان به خاک سپارید در تمام خش اقرباش صبر جمیل آرزومندیم همدردی ما را قبول کنن یادشا تماشا کردم در چیوا گاو زدسته ما پوختیم آتا کارتشکای میپزی مردم قصاف میوگی و پیوگی را گوش نکنید آدمای خام گوش نکنید و یا حیباله گفته شما را فتنه انداختن تا ترمه را میبرن خدایا نکنه جانتونه به خاک میسپارین چی فایده زندگی شیرین در ما یگان کس آرزو نمیکنه ما خودمون باید زندگیمون شیرین بسازیم و یا نبرات در بدی ما در خوبی ما نیستن یگان تش فتنه اندازا خائنا خواهر یاچتون مره ما اینامی مردم عادی شما را میگم ده اینامی مردم عادی خواهر یاچتون مره